عزیزان، این لوکومه، یه دسر سنتی ترکیه یا راحت الحلقوم، یه دسر سنتی ایرانی با طعم پرتقال. برای تهیه این لوکوم یا راحت الحلقوم من از آب پرتقال طبیعی استفاده کردم. از آب میوه های بازاری هم میشه استفاده کرد، ولی بهترینه که خودتون تو خونه آب پرتقال رو بگیرین و به سلامت خانواده کمک کنید. 2 لیوان آب پرتقال، بعد 1/2 پیمانه شکر اضافه میکنم به دلیل اینکه این پرتقال ها شیرین هستن. اگر یه مقداری ترشی دارن پرتقالتون و میخواین شیرین تر باشه مقدار شکر بیشتری استفاده کنید. 1/2 این پاکت های وانیل ریختم. از وانیل های معمولی میتونین یا 1/2 قاشق چایخوری وانیل مایع یا نوک قاشق چایخوری وانیل شکری بریزین. 2 قاشق هم آرد نشاسته ذرت اضافه کردم، حل کردم توی آب پرتقال و روی حرارت گذاشتم. دائم باید هم بخوره که ته‌نشین نشه، به دلیل اینکه اگر آرد نشاسته ذرت ته‌نشین بشه خیلی سریع میسوزه و ته میگیره. بعد از نصف لیموی تازه استفاده کردم و آب اونو داخل آب پرتقال ریختم. حالا در حال جوش هست و شفاف شده. زمانی که شفاف شد 10 الی 15 گرم کره رو میتونین بهش اضافه کنین و باز همچنان هم بزنین. ببینین که لوکوم هم سفت شده و هم شفاف و همچنان هم میزنین. حالا ظرفایی که میخوام لوکوم رو داخلش بریزم آماده کردم. داخل لیوان و یه ظرف مستطیل شکل اونها رو خیس کردم، به دلیل اینکه زمانی که خیس باشن موقع بیرون اومدن لوکوم از داخل قالب راحت خارج میشن. و بعد اونها رو دست کم برای مدت 6-7 ساعت داخل یخچال میذارم تا کامل ببنده و آماده بشه. حالا بعد از گذشته 8 ساعت لوکوم کاملا بسته و خیلی راحت از داخل لیوان خارج میشه. بعد اونو توی پودر نارگیل میذارم و دور تا دور اونو آغشته به پودر نارگیل میکنم. این برای اینه که لوکوم یه حالت چسبنده داره و بهتر اینه که توی پودر نارگیل یا اگر احتمالاً خواستین توی پودر قند بغلتونینش. بعد برش میزنم. بین نیم تا 1 سانت قطر برش ها باشه خوبه. و بعد از اینکه برش زدم اونا رو بازم آغشته به پودر نارگیل میکنم. اون قسمتی هم که در این ظرف مستطیل شکل ریخته بودم دوباره باز روی پودر نارگیل میذارمش و دور تا دورش رو پودر نارگیلی میکنم و برشش میزنم. سایز برش ها به هر اندازه‌ای که دوست داشتین میتونه باشه. فکر کنم 2 در 2 سانت یه سایز متعادل باشه. لطفاً لایک، کامنت و اشتراک فراموش نشه. ممنونم.